روز 10 نوامبر یا 10 کاسیم 2 دقیقه سکوت سراسر ترکیه رو فرا میگیره به یاد مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار دموکراسی در ترکیه. ساعت 9:05 آژیرها به صدا در میان و 2 دقیقه سکوت در سراسر کشور ترکیه به یاد آتاتورک برقرار میشه. در 10 نوامبر هفته آتاتورک در سراسر کشور برگزار میشه. این هفته که بین 10 تا 16 نوامبر برگزار میشه، هفته قرمز نامیده میشه. به جز پرچم‌های مقابل ساختمون مجلس ترکیه، پرچم‌های تمامی ساختمان‌های رسمی ترکیه و نمایندگی‌های خارجی این کشور به نشانه عزا به حالت نیمه افراشته در میاد. اگر در این روز در خیابون‌های ترکیه تردد می‌کنید و احتمالاً ساعت 9:05 در خیابون هستید، با ایستادن و سکوت و احترام به آتاتورک توسط تمام اهالی ترکیه مواجه میشید. این یک روز تاریخی برای ترکیه و مردم اونه تا یاد آتاتورک رو گرامی بدارن.